یا تو در سجده بری بیاره اش کمبره بیاره در گردنت بندازه. تالی را کدامی تا نمی رقم شده؟ نشده. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم شده. و اوذو اذیت برشان رسانده شد حتی اتاهم نصرنا تا ای که آمد امدادی ما. الله میگه پیغمبر ها همینطور کامیاب نشده. این مرحله را کشیدد در این کوری انگری خواب پخته شده باز نصرت الله نصیب شده. ما یک روز ترجمه را یاد میگیریم اونجا میریم دعوت میدیم مادری خدا. مادری ما قط ما چی میشه؟ بگه روی زشت میکنه خفستیم که چرا؟ یک دفعه لد بخوری نان برد نده برد بگه که دختر از خانه بکشته که دیگه دختری ما نیستی برو هر طرف که میری بچه را خود بگذار. بچه را خود میگه آق قستی آق برو. چی میگه؟ پدر از اون طرف قسم میخوره که با قسم اگر رشته از این خانه تو بردی. مادر از اون طرف بگه که این شیری سفیدی خدا بری تو نبخشیده تو آبی را. بان که اینی گپا را تو بشنوی بعد از او باز تو پخته میشی. تالی را پخته نشدیم. هر دوستی ما که در این راز رنج بکشه انشالله او دیگه پخته میشه. او قدر توحید باز میدانه که توحید چقدر سخت است. بچه بخیزه مادر خدا عذر میکنه که مادر جان اینی پیر محرمت نیست. دستی ازی بوسه کردن ده دست گرفتن سری تو حرام است. و میگه خب تو آبیگک پیدا شدی بسیار سخت است. خیلی سخت است. خانبی علیهم السلام اذیت برشان داده شده صبر کرده. خب حتی اتاهم نصرنا تا که آمد برشان نصرت ما. این همی قسم نصرت ما میایه خب پس از صبر برای تو میایه خب پس از صبر این تکلیف برداشت کن. ولا مبدل لکلمات الله نیست تغییر دهنده به کلمات الله. وعده های نصرت الله تغییر نمیخوره. کدام وعده که امرای تو کرده تغییر نمیخوره. خب بله این وعده کی پوره میشه؟ که این مرحله را بگذرانی. این مرحله تیر نشده او تو دعوای نصرت داری. ولقد جاءك من نبأ المرسلین تو خو هیچ سراسیمه نشویه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. چرا؟ آمده بری تو حالات المرسلین پیغمبران علیهم السلام که در اونجا بری تو واضح شده مخالفین اگرچه در اول امر چیست پیغمبرها را خیلی آزار اذیت داده لیکن آخر امر مخالفین به سرنوشتی شومی خود مبتلا شدن. پیغمبر تو خفه نشوی. قرآن که کسی میخوانه او میفهمه که رای مسیرم کدام است. در این را برای من چی چیزا پیش میشه. یک ملا صاحب گفت میگه مولوی صاحب بیا در مسجد ما یک دفعه. ما گفتم نکو که در مسجدت بیام باز تو از مسجد میکشه. نکو. گفت نه بیا خیر است. در مسجد که رفتم صبایش مقتدی آمده بود. اینجا مولوی متوکل چی میکرد؟ گفت دوستم است. گفت خود دوستی توست. گفت دیگه صبای جا گذاره نمیتونی. برام زنگ زد گفت مولوی صاحب من خو کشید. من گفتم تو را نگفتم. تو را نگفتم. خب بعد از او برش گفتم که پخته شدن عقیده امی گپ داره. بان که در دو مسجد تو امامت نتانی کشیده شوی. برای چی کشیده بشی؟ کل مردم اعتراف داره. در چارقلای وزیرآباد که بری از آمی و از دکاندار هر کس سوال بکنی که مولوی مصطفی اینجا چی کرده؟ میگه زن و مرد ما را قرآن یاد داده توحید یاد داده. خیر چرا کشیده؟ چرا کشیده؟ ولی یک دو نفر پیرپرستی ما مخالفش بود. این گپا است. و پیش الله خود سند داشته باشه که یا الله ما کوتاهی در ادای مسئولیت خود نکردم. 5 وقت نماز، ترجمه قرآن کریم، درس حدیث، تعلیم اولادا، عقیده توحید رساندن کلش انجام دادم. جرمم چی بوده؟ که چرا اصرار سریازی گپ داری؟ چرا اصرار سریازی گپ داری؟ چرا دیگه ایره ادامه میدی؟ بعد ادامه ندی. منصرف شوی از این گپه. عالم بان که تو را از مسجد بکشه. خود سند داشته باش در پیش کی؟ الله متعال. و این کان کبور علیک ارادهم اگرچه خیلی سخت تمام میشه دشوار است علیک بالای تو خیلی بزرگ تمام میشه بالای تو پیامبر علیه السلام اعراضهم رو گردانی از یا از ایمان از قبول کردن حق. پیغمبر آن قدر حریص بود که پرسان نکن.
زمانی که مشرکین مطالبه معجزه را میکرد، پیغمبر در قلبش تمنا و آرزوی این پیدا میشد که کاش که همین معجزه میامد که همین اسلام میآورد. الله متعال خو علم داره که این مردما معجزه نه، معجزه ها آورده شوه ایمان نمیاره. ثابت میکنه که پیغمبر الله نیستی. اگر این مردم از تو مطالبات میکنن، معجزه در اختیار تو نیست. اگر در اختیار تو می بودی، قدر حریص بودی که مردم میگفت معجزه ایمان میارم، تو دیستی. اگر در زیر زمین هم می بود تونل میزدی، هم معجزه را برش میکشیدی. اگر در اختیارت می بود که در آسمان بالا شوی، زینه را مانده بالا میشدی، معجزه را بیاوردی که اسلام بیاره. از یک طرف کمال حرص رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ایمان آوردن حق پذیری مردم. همینطور حرص باید داشته باشیم. مبلغ و دعوتگر اگر حرص نداشت، دلسوزی نداشت، سخنش تاثیر نداره. این را یاد داشته باشید. یک آدم دعوت میکنه 100 سال ترجمه میکنه، یک نفر در ترجمهش جور نمیشه. دعوت میکنه. پیغمبر بسیار حریص بود، سخت دلسوزی داشت، اینقدر تلاش داشت. قرآن یاد میکنه اینه. خب از طرف دیگه معجزه در اختیاری کی نیست؟ پیغمبر نیست. پیغمبر پیام الله را میاره، بس خیر و خلاص. دو، الله چرا همینطور معجزه را که او طلب نکنه، رایی نمیکنه؟ وقتی که معجزه رایی شه، ایمان بالمشاهده میشه، بالغیب نمیشه. هر کدام ما شرطا را مانده بریم که اینی شرط ما ایمان میاریم، اینی شرط میاریم، دیگه خلاص دیگه کلی عمر در کجا تیر شو؟ بگوی در شرط پورا کردن تیر شو، دعوت باقی بمانه؟ نه، این گپا نمیشه. الله متعال میفرمه فین استطاعت ان تبتغی، اگر تو توانمندی داری، اگر در قدرتی هست، ان تبتغی که تو طلب کنی، نفقا فی الارض، یک سوراخ در زمین، تونل بزنی در زمین، او سلما فی السماء، یا زینه را بمانی طرف آسمان، فتاتیهم بیایت، آوردن کنی و یک معجزه که واسه تو مطالبه داره، پس بکنی کاره وی اگر داری. خلی که در اختیارت نیست. معجزه از طرف کی میاد؟ الله. در اختیار کیست؟ خود تو خفه نشو که چرا هر معجزه پوره نمیشه که ایمان بیاره. چرا؟ ولو شاء الله، اگر الله میخواست، لجمعهم، کل مخلوق جمع میکرد، علی الهدى، بر هدایت. باز ضرورت به پیغمبر هم نمیبود، ضرورت به جنگ، جدل، منازعه، ای گپا، دعوت، ای گپا هم نمیبود. فلا تکونن من الجاهلین، نشوی تو از بیخبرا، حکمتای الله را باید بدانی. حکمت الله تقاضا کرد کلگی سر یک دین نباشه. چرا نباشه؟ الله جنت و دوزخ داره یا نداره؟ در دوزخ کی را ببره؟ آره کلگی به هدایت بدیم، در دوزخ کی را ببره؟ اگر ما را ببره، خب من اعتراض دارم. چرا میبری؟ یا الله فلانی را ببر، وی مرا نبر. فلانی را کی میبره؟ میگه نه فلانی را ببر، مرا نبر. کی را ببره؟ کسی را ببره که حجت سرش ثابت شده باشه. چی؟ حجت ثابت شده باشه. حجت وقتی ثابت میشه که یک رای کفر باشه، یک رای اسلام. الله به بندگان خود یک نوع استعداد و قابلیت و قوت داده، فرق نکرد. الله چشم، گوش و همه مکلفیت یکسان است. تنها راه مسیر دوتا است. یکی رای درسته انتخاب میکنه، یکی رای نادرسته. مجبور کسی نیست. یادتان باشه فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اینالی وقتی که الله متعال واضح برات میگه که اینی راه صاف است، اینی ناصاف، اینی حق است، اینی باطل، باز تنها راه را نشان نداده. دیگه نفرم آورده که از گوشت کش میکنه، از این راه برو، اینطورام میکنه، فوایدش هم بیان میکنه. در خودی وجودی خودی تا عقل است که میشناسی که اینی راه خراب است، اینی راه جور است. سر اینمی قدر گفت بازم در کدام راه روان است؟ در راه خراب روان است. اینی تو آدم باید در کجا بره؟ گفتم میتونه که چرا مرا در جهنم میبری؟ گفتم میتونه؟ نمیتونه. اون نفر دیگر قطع از استاد میکنه بیادرش. اردیتان از اولاد یک پدر بودی یا نه؟ اسلام براتون رسیده بود؟ بله. چطور شد؟ این راه را گرفت، این طرفی ترجمه را آمد و رفت، میگه من سازنده جور میشم، ستاره افغان. ستاره چی؟ بیتخانی. ولو شاء الله، اگر الله میخواست، لجمعهم، جمع میکرد یاره، علی الهدى، بر هدایت. فلا تکونن، نگردی، من الجاهلین، از کسایی که خبر نباشه از حکمت الله. حکمت الله دایی رفته. بلکه ما میگیم فضیلت ما و شما ده چیست؟ که جنجال ده بیروی ما باشه. جنجال ده بیروی ما باشه.
که هر نوع مشقت و تکلیف به خاطر رضای الله چی کنیم؟ برداشت کنیم. اینی کمالت است. انما یستجیب الذین یسمعون. پیغمبر علیه السلام الله تسلی میده. پیغمبر کی را دعوت میدی؟ مردار. مردم در راه آمده میتونه. الله متعال کفار تشمیه بیده به امرای مردا. از زمین آیت هم معلوم میشه که مردا شنیده نمیتونه. کفار خود گوش داره. چرا او را خطی تشبیه به مردا میده؟ بله کفار خود گوش داره. راههایی که سبب هدایت انسان میشه، فهم انسان میشه، گوش، چشم و قلب است. لیکن این همی کفار همی عرصه را ضایع کرده. آن برای کدام هدف که این همی سه چیز الله برای انسان داده یاره یا استفاده نکرده، برعکس خلاف استفاده کرده. پس کسی که از کدام اسبابی که الله برش داده باشه در جای مناسبش استفاده نکنه، این طور است مثل که از سر استفاده نکرده. این طور است مثل که از سر نداشته باشه. صم بکم عمیون فهم لا یرجعون. چرا؟ یا از اینمی اسبابی که الله برش داده بود استفاده درست نکرد. نه استفاده درستی طور است مثل که نداشته باشی. پکر ما پرایش میده کنیم، پرایش میده کنیم، بعد از او بطن بزنید، چرخ میخوره خوشمال به تو میره. نه، با کدام هدف که او آمده بود نکرد. آلی پکه وجود و عدم وجودش برابر است یا نه که فرق داره؟ ها؟ فرق نه. بالایش که او سکدی ایچ، اگه پکه بود اگه نبود کدام فرق پیدا میکنه؟ چرا با کدام مقصد که آمده بود استعمال نکردی؟ کافار الله که برش کدام قوتها را داده غلط استفاده کرده. که غلط استفاده کرده مسلم مردا گشته. مردا را که دعوت بدی درا میایه نمیشنوه گپی تو را دیگه از کجا برا بیا؟ کفار هم درا نمیایه. انما یستجیب الذین یسمعون. یقینا اجابت میکنه او کسانایی که یسمعون کلام حق میشنوه. آله شنوا داره. لیکن کفار خوب مثل مرده هاست، مرده ها نمیشنوه. پس کفار هم نمیشنوه، میشنوه خو نمیپذیره. پس این شنیدن مثل چی است؟ نشنیدن. والموتا یبعثهم الله. مرده ها را الله بلند میکنه از قبرها. ثم الیه، باز خاص بسوی الله یرجعون، باز گردانیده میشوند. چی مانا؟ ای کفار که با مثل مرده ها شده، اگر در دنیا برایشان جزا دادن نشوه دیگه اینطور فکر نکنه که ما خلاص شدیم، بلکه برای از یا پس زنده میکنه شانه الله، باز بعد از او بسوی الله بازگشتشان است. الله از پیشان سوال میکنه گوش برات نداده بودم؟ چشم نداده بودم؟ قوی تفکر نداده بودم؟ پیغمبر تو را دعوت نکرد؟ قرآن روان نکرده بودم؟ راه های هدایت نشانه هایش معلوم نشده بود؟ جواب داده میتونه؟ پیغمبر علیه السلام تو خفه نشو، مسئولیتی تا ادا کردی. این مردم ایمان میاره نمیاره کاری تو نیست. و قالو گفتن لولا نزل علیه آیتون، چرا نمیاد بالای پیغمبر آیتون یک معجزه فرمایشی که ما طلب داریم من ربی، از جانب پروردگارش. قل بگوی پیغمبر علیه السلام این خود اختیاری من است که هر کس از ما مطالبه کنه جول باشه، از جول بکشم هر چیزه، از بوجی کشیده برم. معجزه خیلی طور نیست، خزانه معجزه ختم است. قل بگوی پیغمبر علیه السلام ان الله، یقینا الله متعال قادر، قدرت داره علی ان ینزل، بالای سخن که روان کنه آیاتا معجزه را، لیکن الله حکمتش تقاضا نداره. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثری مردمان نمیدانه، انجام معجزه را نمیدانه. چرا؟ معجزه اگر الله روان بکنه باز مردم ایمان نمیاره. ایمان بالمشاهده است، نتیجهش چی میباشه؟ بگوی هلاک کردن قوم. معجزه که آمد که ایمان ناورد باز الله بیخکن قوم از بین میبره. این مردم بیچاره خوب و خراب خدا نمیفهمه. یک درو نشسته است که چرا معجزه، چرا معجزه. نامدن معجزه برای شما خیر است، لا اقل عذابتان خو مؤخر شده، اگرچه بیخی ساقط نشده لیکن مؤخر شده. امکان است که یک روز به هوش بیایی بپذیری ایمانه. و ما من دابة فی الارض، یک قسم استدلال بالای توحید الله. و ما من دابة فی الارض، نیست یک جنبنده، چیزی که شور میخوره، جاندار، فی الارض در روی زمین، ولا طائر، نیست یک پرنده، یطیر بجناحیه که میپره امروی بالای خود، الا امم امثالکم، مگر امت هاست، گروپ هاست به مثل شما واره، یام در روز قیامت زنده کرده میشه برای انتقام. بیشاخ از شاخدار بعد انتقام بگیره، یام زنده میشه. الله عادل است، ظلم قطعا نمیگذاره. پس وقتی که الله متعال
غم حتی پرنده ها را میخوره که مظلومش از ظالم انتقام بگیره. پیغمبر این ظالما که سری تو ظلم کرده میتور میمونه چی؟ این مردما که تو به خیرخواهی یاره دعوت میدی گریان برش میکنی و یا در مقابل تو ظلم میکنه، همینطور میمانه الله؟ نمیمانه. او پرنده هایی که با مثل شما امم است، گروپ هاست. چی رقم گروپ هاست؟ نفس داره، حاجت میخوردن، نوشیدن، سیر، سفر، حرکت، بسیار خاصیت های مشترک شما دارید. الله متعال غمخوری از واست، رزق برای از وا میده، راه های هدایت رهنمایی زندگی را برای از وا الله بیان کرده. شما را همونطور هدر میمانه؟ نه، شما را الله راه های زندگی را آماده کرده و چیسته الله متعال براتان بیان میکنه. ما فرطنا فی الکتاب، ما نگذاشتیم در کتاب قرآن کریم. یک معنی یا لوح محفوظ، هر دوش درست است. من شیء، هیچ چیزی را هم در لوح محفوظ اما چیزا حوادث چیسته، مسائل، رویدادها کلش در لوح محفوظ جزئی نوشته شده. یک معنی داره. ما فرطنا، ما نگذاشتیم فی الکتاب در قرآن کریم من شیء، از اموری که ضروری است برای زندگی انسانی، خصوصا در بخش عقیده، ایره کلش در قرآن ذکر کرده. ثم الی ربهم یحشرون، باز خاص به سوی پروردگارتان جمع کرده میشه. اگر او چار پایه است، اگر او پرنده است، اگر انسان هست. والذین کذبوا بآیاتنا، کسانی که نسبت دروغ به آیات ما میکنه، دلایل توحید ما را تکذیب میکنه. صمون، یا کراستن و بکمون، گنگاستن، فی الظلمات، در تاریکی ها قرار داره. اولیا خو واقعا کر و گم نیستن، لیکن چون سخن حق گاهی نمیشنوه، اعراض میکنه، آماده نیسته که بشنوه و به حق گویا نیسته. اگر ببینه حقم نطق سری حق نمیکنه، بلکه در تاریکی ها یا زندگی میکنه. اینه چی رقم؟ مثل که تاریکی ابر، شب، باران و گپا باشه. کفار دیروی قسم تاریکی ها قرار داره. تاریکی یک پرده شرک است، یکی کفر است، یکی ضد است، یکی عناد است. انواع پرده ها سری یا افتاده، از او خاطر ذهنشان خلاص نمیشه، در تاریکی هاست. من یشاء الله یضلل، کسی را که الله بخواه گمراه میسازه. پس اجنوا، چرا الله گمراه میسازه؟ به خاطری که به اختیار خود از راه حق روگردان شده، با وصفی که الله برش اسباب و وسایل روان شدن در راه حق برش داده، لیکنی خود به خود از راه حق دیگه طرف می روه. و من یشاء یجعله، کسی را که الله بخواه میگردانه به فضل احسان خود علی صراط مستقیم، بر راه برابر. درس به ما میده. زمانی که راه دعوت برات میسر شد، حالی دعوتگر دین جور شدی، سینه تنه زنی که مستم. نه در این راه مستقیم الله متعال تو را آورده. شکر نعمت الله را زیاد بکش، این کمال از خودت نبوده. قل، بگو پیغمبر علیه السلام، قل ارائیتکم، بگو به این مردم که نافرمانی میکنه، شما بی فکر به امن نشوی. ارائیتکم، مرا خبر بده، این اتاکم عذاب الله، اگر بیا برای شما عذاب الله را در دنیا، مثل که سری امتهای قبلی هم آمده بود. او اتتکم الساعت، یا بیا برای شما قیامت. مراد از قیامت یا قیامت عمومی یا قیامت فردی که مرگ است. اغیر الله تدعون، آیا غیر از الله دیگه کس آواز میده؟ آیا به بتایتان آواز میده یا به اون انسانایی که شما تم خلاصی را داره برای از آواز میده؟ ان کنتم صادقین، اگر راست میگه. در وقتی که قیامت به عذاب الله، باز اینجا چطور است؟ آواز میده که یا سخی صاحب یا پیر صاحب؟ نه. مشرکین مکه خیر بسیار عقیده توحیدی چی را داشتن در بس اوقات. زمانی که در سخت حالت دوچار میشد، باز بتا را یاد نمیگفت که یا منات یا عزا، بلکه کی را صدا میزدن؟ الله را. چرا؟ وجدانشان برشان قناعت میداد که این مشکل غیر از الله دیگه کس بلا اسباب حل بکنه، دیگه رقم حل نمیشه. همین قدر عقیده داشتن. اما امروز مسلمانای ما که خود دعوای اسلام میکنه، ولو که دولت جان کندن هم باشه، چی میگه؟ یا شړی بابا، یا تور بابا، تور و شړی بابا، چلگزی بابا، کیدانی بابا. از کجا شد؟
این باباهای قدر زیاد است دمو وقتام ده یا صدا میکنه. مشرکین مکه ده این وقت برای الله صدا میکنه، مسلمانای ما ده این وقت به یا صدا میکنه. تفاوت سعی کنید بین عقاید او داد از اسلام میزنید. بل یا تدعون، بلکه خاص الله را آواز میدید مشکلاتتان. فیکشف ما تدعون، پس دور میکنه آن چیزی را که شما آواز میدید. الیه بسوی ازو انشاء اگر الله بخواه. گاهی دعای مشرک هم الله مستجاب میکنه، دعای شیطان الله مستجاب کرد. ابلیسی لعن که از رحمت الله رانده شده بود دمو موقع دعا کرد، از الله خواست. ابلیس چقدر خبیث است، خودش از الله میخواد. مردم چی میگن؟ برو از زیارت بخو. عجیب است. خب مشرک چرا دعایش الله قبول میکنه؟ به خاطر که بسیار عاجزی میکنه. یک نفر مرا میگفت مولوی صاحب تو زوری یک زیارت در منطقه ماست به نام سنگ کلوله یاد میشه. سنگ کلوله است اونجا کدام وقت کشته شده زیارت است. ما گفتم چی اینه کس میشناسه کی بود؟ چی میگه برام؟ مولوی صاحب زوری از زیر تو ندیدی. ما اینطور یک مشکل داشتم که همینجا آمدم همین مشکل حل شد. ما گفتم او دوی خور مشکلیت به خاطر حل شده کی جا آمدی؟ این قدر عاجزی کردی، این قدر عاجزی کرد الله عاجزی تدید هم مشکلی حل کرد. این را زیارت حل کردن نمیتونه و نمیکنه. این گپا غلط است. تو این گپا را نزن. نه والا نه مولوی صاحب دیگه خوب آدم هستی همین گپایت خراب. خیلی نوری چشم هستی خدا گپا. این نوری چشمی خیلی زیاد است. خب هر کدام که میگه مولوی صاحب واقعیتش نوری چشمی ماستی عالم هستی، لیکن هم یک گپ داری سیکو مذهب حنفی را خراب کردی. مذهب حنفی را پخته کردم، خراب نکردم. تو مذهب حنفی را نشناخته ای. امام ابو حنیفه را عقیدیش مطالعه کو، مسلک و راه روشش مطالعه کو. باز بعد از این انشالله قدری مرا میکنی که مولوی صاحب آفرینید که این مزخرفاتی که در جان امام ابو حنیفه چسبیده کلش تراش کردی. گلای اضافگی را مکمل تراش کردی او تراش میکنیم انشالله. مانداریش نیستیم. صفا آب برای این گلای زیادگی باید نباشه. کتاب الله و سنت رسول الله منهج و روش کی بود؟ امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم. از امام امیر روش ماست. است یا نیست؟ خب فیکشف ما تدعون الیه، پس دور میکنه آن چیزی را که شما آواز داده درخواست کرده الیه بسوی کدام مشکل انشاء اگر الله بخواه. و تنسون ما تشرکون، کدام معبودایی که شما شریک با امر الله جور کرده بوده او را فراموش کرده. در حالت سختی بازو یادتان نیست نه لات نه عزا و نه منات. و اینجا خیر چرا دوتر وقتی الله را آواز میده در دیگه وقت هم الله را آواز بده چقدر خوب میشه. این دلیل قناعت چیسته مقنع برای ازوا بود. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.